چطوری یا نه؟ چطوری؟ تو هم چطوری؟ چطوری؟ امروز مهمون ویژه داریم. الی. سلام. الی خوش اومدی. مرسی. امروز اومدی چیکار کنی الی؟ الی زود باش حرف بزن. بگو الی بگو. پرونده جنایی. پرونده جنایی داریم. پرونده چی داریم؟ پرونده جنایی داریم. قتل مرموز. یعنی امروز مجازات نداریم؟ نه. اگه دوست داریم مجازات یه دستمال به من میدی، من عرق زده بودم. برای اینکه اینقدر مجازات شدم دیگه خسته شدم دیگه از این مجازات. قتل مرموز. آروم بازش کن. از این داستاناست اینجوری توی پرونده های اینجوری پلیسی. اول پشتشو میخوندی ببینیم مثلا قضیهش از چه قراره. این چی جوریه؟ اینجوریه؟ اینجوری باز میشه. این چی بود؟ عدد بود؟ عدد همه رو پیچیم. اوه چه داستانی شد اینجا. اینا چیه دیگه؟ بوی پیک نوروز میده. شما پیکاتون حل می‌کردین؟ قوانین شروع با ما پیکامونم میوردیم خود مدرسه رو میکردیم. من که تا 13 بدن حل نمی‌کردم. آخرم میدادم مامانم. الان از کجا باید شروع؟ قوانین شروع بازی. راوی کجایی؟ راوی بگو راوی. به بازی قتل مرموز خوش اومدید. قوانین شروع بازی پس از آماده سازی بازی، نکات زیر را برای شروع به بازیکنان توضیح دهید. بدن بیجان خانم تامسون پیدا شده و شما مأمورید تا علت مرگ را در مدت زمان 60 دقیقه توسط شواهدی که در صحنه جرم توسط نشانه‌ها علامت گذاری شده و با استفاده از دفترچه یادداشت خود پیدا کنید. تعدادی کارت که در یک سمت آنها عدد یا حرفی نوشته شده است در بازی وجود دارد که هر زمان که در دفترچه یادداشت خود به متن‌های قرمز رنگ رسیدید، با برداشتن آن کارت متوجه شوید که آیا به جواب درستی رسیده اید یا نه. معماها را به ترتیب نشانه‌های درون بازی از 1 تا 8 حل کنید. این 8. 1 کجاست؟ آها این 1 تا 8 داره. این 7 تا 8 رو من چیدم. این 4 5. این یعنی 9 من نمیفهمم. نه اینجوری نشانه 7. 3 نشانه کجاست؟ 8. اینم این نشانه دو، نداره. چهار، نشانه 3 و 6. خب 3 اینجا. 3 و 6 شد یا کارت‌های درون بازی را به سمتی که عدد یا حرفی نوشته شده است در دسترس شما قرار گرفته شده. دفترچه یادداشت در بازی به کمک اطلاعات و شواهدی که به دست می‌آورید کامل می‌شود. این دفترچه شامل متن‌های مشکی شواهد به دست آمده. متن‌های قرمز پیش برنده روند بازی. نکته: متن‌های قرمز ممکن است باعث شود از کارت‌ها استفاده کنید. اتاق نشیمن. نشانه 1 را در اتاق نشیمن قرار دهید. موبایل و برگه یادداشت را در کنار نشانه 1 قرار دهید. عزیزان خاردست قرار ما درست تازه کنیم. فهمیدیم که چه غلطی داریم میکنیم. خب میگه که این موبایلی که اینجا هست، میگه اتاق این نشیمن موبایل رو کجاست؟ با این یادداشت رو فعلا بذار ببریم. من اینو ببرمش. مواظب باش گوشی رو نبری. نه اینم زده باید ببری ولی خب بعدم میبری. خب موبایل بریدم. من نمیفهمم چرا. موبایل برگه اینه یادداشت دیگه. گذاشته. این برگه یادداشت این دستتو بردار. این کده باید حلش کنیم. اینو نوشته یک موبایل به اضافه برگه یادداشت. خب این یک موبایل برگه یادداشت یادداشت. با همین باشه دیگه. باید سرنخ نمیدونم. نه دیگه چرا این برگه تلفن یادداشته. رو خوب سرنخ نمیبری؟ 1 2 3 این با این فرق میکنه. پس این شد برگه یادداشت. وای من میخوام استعفا بدم. منم همینطور. کارگاه و چیز پلیس بودن. تو داری ترتمیز میکنی؟ آره خب من گفتم چه کار مفیدی داره انجام نگاه میده. چرا درستابی نمیبریش؟ نه دیگه الان من بدونم نشانه 1 چی بود. من داشتم کیک میبریدم. چی بود؟ خب من الان آیفون رو در آوردم با این لطفا یادداشت. درست برخورد کن. 400 میلیون پولشو دادم. باشه من بهت میدم 400 میلیونو. بذار مانیتایز بشی. خب
این برگرم قاچ میزنم به خاطر شما. خب منم کیک رو فقط میخوام به قاچ خاطر بزنم. تو. خب این یعنی نشانه همینجا. یعنی خب نشانه قرار دادیم. نشانه 2 سرویس بهداشتی. نشانه 2 را در سرویس بهداشتی قرار دهید. نسخه پزشکی 4 ورق قرص و قوطی دارو را در کنار نشانه 2 قرار دهید. نشانه 2 نشانه دو. رو تو سرویس بهداشتی قرار بده. این تو سرویس سرویس بداشتی بهداشتیه. جرمه. آلت قتاله از اون افتاده. این سرویس آره دیگه قرصا رو تو سرویس بهداشتی بعد بزنیم. فکر کنم خودکشی کرده. اینم نسخه پزشکیشه. خب نسخه پزشکیشو پیش کی رفته؟ دکتر رازی؟ پیش کی رفته؟ کجا؟ بچه کیک هم درست کرده. با آیفون من عکس گرفت. الی یعنی اینو ببر. من بذار به اون برسم. یه چیز تو چشم نکنی. بابا میخوام کیک رو ببرم. مگه جشن تولدت مگه؟ بده من. آخه زده از خدچینا ببره دیگه. نسخه پزشکی 4 ورق قرص و قوطی دارو را در کنار نشانه 2 قرار دهید. این نشانه 2 سرنخ 2. عزیزم نشانه 7 این. آه اینا 2 این بود. این 20 صاحب این گوشی ببین یه چی بهت بگم. این الان رمز گوشی رو ما باید در بیاریم. نه کن کد زده. رمز گوشی منو بزن شب یک باشه. عدد درست است اما در جای اشتباهی قرار دارد. بگم دیگه من خسته شدم. ناکن 58 نخندونید. 3 رقم بعدی رو باید در بیاریم. اگه بزنم مثلا اشتباه باشه قفل نمیکنه مسدود بشه گوشی. 700 نه دیگه. بده من. لطفاً با گوشیم درست برخورد کن. کیا ما داریم بازی میکنیم. تو هنوز داری قیچی میکنی تمام نشد اون قرص. خب چی؟ مرکز پزشکی خیابان 747 ماریون 4 ورق خاموش میشه این. برو. 4 ورق دارو به اضافه قوطی دارو به اضافه یک نسخه پزشکی. سوسان تامسون. سوسان مال زمان چوسان بوده اون موقع توی کره موره بوده. تو دهکده فیسان. دوباره در مورد به اینجا نوشته موی خاکستری لیوان سبز خالخالی کتی. خب پشتشو بخون پشتشو. نه هرگز درباره رشته نشده. این که آشپزیه. درخواست طلاق هم داده. لوسی ما فعلا شاید توالت رو پیدا کنیم درخواست طلاقش نخواست. این کجاست؟ اینا سرنخه. این سرنخ رو بذار اون و توالت بین این توه. توالت نداریم. این چیه؟ اینا چیه؟ که این قرصه. اتاقته. این نقاشیه. این نقاشی هست. 2 نقاشی کودک آنها را از وسط تا کنید و نشانه روی آنها بگذارید. خب بذار اونو انجام بده. خب انوس چرا اون توه آخه چیکار الی اونو چیز کن. چیکار کنم؟ این اینا سرنخا رو ببرم؟ ببر. سرنخ فقط سرنخاشو بمونه. بگیم نه، سرنخ 3 سرنخ 2 کدومه. بچه الان ما از کجا پیدا کنیم؟ خب اگه خیلی دقیق می‌خواستین پیدا کنین که خیلی دقیق میگفتن اینه. آخه مگه شاید روی اینا نوشته خود. چرا قرصا رو نشستم به در نگاه میکنم. دریچه آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود. جوانیم در این امید پیر شد. نیامدی و دیر شد. همه رو بذاریم کنار هم سرنخا پیدا میشه. خب هیچی نبریدین. من توالت رو پیدا نکردم. برم آشپزخونه رو پیدا کنم. بابا قرصا رو میگه تو توالت بابا. بذار. الان قرصا یه ریخته تو مورد- توالت. فکر کنم می‌خواسته خودکشی کنه. چون درخواست طلاق هم داده نمیدونم با شوهرش. تشکر از خرید شما. این فروشگاه هم رفته بود. خرید چقدر چقدر خرید آرد کرده؟ شکر پرتقال گل میخک نان. اینا کیک درست کرده دیگه. استوریش هم کرده با گوشی من. خب پس این هشت. میشه این از این اینجا کجا بود؟ این نقاشی کجا بود؟ این نقاشی کنار یک نقاشی دیگه این بود. دارم رو نشونه چی بود؟ رو هیچ نشونه ای فعلا نیست. اینا نشانه اینا اینجا نوشته نقاشی تو های قرصا رو دونه کودک. دونه داری چیز میکنی؟ بچه آره دیگه. گوش کنین. نقاشی های کودک گاهی باید حقیقت رو از دید ببین. کودک فهمید. نقاشی چه کسی را کشیده؟ اینو میگه. خانم تامسون رو کشیده. این کیه؟ این شبیه پیتزاه. وای گوش براش. پیتزای سبزیجات. این کیه؟ علنگوش هم انداخته که جاریه بیشتر از حسودی اینکه کنه. جنایشه داره کمدی بیا میشه. اینو بگو. نمی‌دونم چرا شاید ما خیلی دلقکیم. زهید نگاه کن این بالاش نوشته که 2 گوشواره نقاشیه. هایی انداخته.
بالاش نوشته که گوشوارهاشو تو چجوری دیدی از اینجا؟ بخونم. بخون. دو نقاشی کودک آنها را از وسط تا کنید و نشانه را روی و نشانه را روی آنها بگذارید. چی؟ از وسط تا کردی. خب نشانه بیا. تو بگم قرصا رو باید کنارمون قرار بدید. اینو من تا فهمیدم این زن کشتتش. واسه اگر مثلا اینجوری باید بشه منم میگم آره. من زیادی دیگه دارم خیلی دارم جنایی تخیلی فکر میکنی. میکنم سر این اینجوری بچه بشه شما حرف منو گوش نمیدین. اینجوری اینجا دامنش هست. درازتر. خیلی حرف میزنین. اصلا نمیذارین حل کنیمش. بابا من دارم بهتون میگم اینجا نوشته نقاشی. اینا این نقاشی داره بامون. الی ما باید ببینیم سرنخ اول چی آقا یه خودکارم به ما همه رو حل بدین. کنیم. الان این 20 صاحب شمارش ما اگه چیه؟ بقیه رو حل کنیم به یکم میرسیم دیگه. چرا گوش نمیدین؟ خب الان آخه این قرصای اسامینیفون رو چرا ریخته اینجا جلوی من آخه؟ یه آدم قرص ریخته اینجا جلوی من. 5 کارت که 5 عدد رمز. آقا یه لحظه حرف منو گوش کن. حرف منو گوش کن. یک من گوش نمیدم. میگه که احتمالاً باید پسورد رو چیز کنیم. میگه 5 کارت که 5 عدد رمز روی آنها نوشته شده است را بردارید. 5 عدد رمز موبایل پیدا کنیم. اینا توی نوشته باید اینا رو بخونیم. نه اینا نگاه کن 5 کارت که 5 عدد رمز روی آن هست. 5 عدد رمز. این ربطی نداره. این نیست بچه‌ها. نه نمیدونم. نه 5 فکر کنم ایناست. اینا 5 عدد رمز. اون 5 داره. 5 اصلا نمیخونین اینو. نگاه کن چی کارت نوشته. که 5 که 2 4 این 5 کارت. نه این سبز خالخالی. یکی رو باید بردار. ببین اولی 795 میگه یک عدد درست است اما در جای اشتباهی قرار دارد. 364 تمامی اعداد اشتباه است. خب 769 میگه یک عدد درست است و در جای صحیح قرار دارد. خب باید خط بزنیم. وایسا. 3 رقم رو پیدا کنیم اینجا بذاریم. 7 یه دونه یه مدادی یه خودکار بده به من. 795 یکیش میگه درسته بله. بعدیش میگه 364 ننویس همش اشتباه. همه غلطه. آره. نه دیگه بذارم بدونم. آره 769 769 یک عدد درسته در جای درستم قرار داره. یکیش درسته. خب 527 در 2 عدد درست است و یک عدد در جای صحیح قرار داره. اون دوه. اون اوه. اوه جدا از اینکه 3 تا عدد گذاشتیم میگه یکیش درسته هیچی جاش هم اشتباهه ممکن باشه. آره دیگه یعنی- من متوجه نشده بودی. نه یعنی حس میکنی اشتباه دو عدد قرار درست گرفته اونجا. الان 527 و 527 دو رمز عددش گوشیشو میگه باید درست. درسته یک عدد در جای صحیح قرار دارد. A few moments later. چرا دو نباشه مثلا؟ از کجا میدونی اون دو تا درسته؟ باید همه رو امتحان کرد. خب مثل گوشی واقعی نیست که بزنیم رمز اشتباه باشه بگه دوباره بزن که. باید یه چی در بیاریم بنویسیم دیگه. الان من میگم 7 اصلا جاش یک عدد درست است اما در جای اشتباهی قرار دارد. 2000 years later. عجب گرفتاری شدیم ما. پس مردشون خانم تامسون رو ببره با قیافه کریش. پیتزای اینا موهاش هم فر بود. چیه؟ موهاش هم فر بوده. بچه اون تامسون وای لبش هم سبزه ژل زده کیه؟ بوده. لبش هم سبزه ژل قاتله؟ داشته. سرسام گرفتم. لبش هم بده ژل من. داشته. کجا شده خسته زده؟ شدم. کارت رو از روی نقطه چین ها برش دهید. حالا من برش بدم یه قاطی میشه با اینا. نه نه، اصلا فعلا برش برش ندیا. راوی از اول میشه بگی چی کار باید چه غلطی باید بکنی. از اول ما بعد از 20 دقیقه نشانه یک را در اتاق نشیمن قرار دهید. موبایل و برگه یادداشت را در کنار نشانه یک قرار دهید. موبایل و یادداشت را یادداشت خودش یه نشانه یک بود. خب نشانه 2 سرویس بهداشتی. نشانه 2 را در سرویس بهداشتی قرار دهید. نسخه پزشکی 4 ورق قرص و قوطی دارو را در کنار نشانه 2 قرار دهید.
نشان 2 نشان 2 نسخه پزشکی. این نسخه پزشکیشه. 2 hours later. نشانه 4 اتاق نشیمن. نشانه 4 را در اتاق نشیمن قرار دهید. رسید خرید را در کنار نشانه 4 قرار دهید. رسید خرید رو نشانه 4 قرار ده. رسید خرید بده. اینا دیگه اینه. رسید خریدشه دیگه خب از بذار میره فرودگاه. دیگه. میگم از فرودگاه، از فروشگاه. قاطی کردم از دست این دوتا. نشانه 5 آشپزخانه. نشانه 5 را در آشپزخانه قرار دهید. 3 استوری اینستاگرام را در کنار نشانه 5 قرار دهید. استوری کو. اینا دیگه. عکس کتلته. استوری ها شبیه نه استوری کیکه. ته گرفته. اون بیشتر شبیه تهدیگه. نشانه 6 اتاق خواب. نشانه 6 را در اتاق خواب قرار دهید. گواهی طلاق را در کنار نشانه 6 قرار دهید. وایستا بابا وایستا اجازه نمیدی. همینجور فقط گفته بیا نشانه 7 کو. اتاق خواب الان این سرنخه. اتاق خواب نیست. اتاق خواب باهوش. گواهی طلاق. این گواهی طلاق. اتاق خوابو میگم. اتاق خواب کو. گواهی طلاق را در کنار نشانه 6 قرار دهید. اینا یا اینه یا اینه دیگه. اون ساعته دیگه میشیم. این عکس از صحنه جرمه. اتاق طلاق خواب این نمیشه، داره میخوابه دیگه. اون نقاشیه مبینا. نقاشیه. ببین الی داره بهت میگه که نقاشیه. الی مهمونه، تو میزبانی. البته شاید همکارم شدیم توی جرم و جنایت. نظرت چیه؟ داشتم میلاد. چیزی پیدا کردی؟ سرنخ پیدا کردی؟ نکردی؟ چیکاری نکردی؟ کورم نکنی با اون. حالا ما میگیم این اصلا این میگیم اتاق خوابه. همه رو بچینین. همه رو بچینین اینجا، همه رو میتونین پر کنین. همه رو بعد این تو میتونین پر کنین. این 6. نشانه 7 اتاق خواب. نشانه 7 را در اتاق خواب قرار دهید. 3 عکس صحنه جرم را در کنار نشانه 7 قرار دهید. اتاق خواب کجاست آقا؟ اینا دیگه اونجا خب گذاشتیم. این سرنخ سوم کو؟ سرنخ بعدی. چیکارش کردین؟ دیگه سرنخ اونا همون برای باید باشه، دست ما نیست. من عصبی نکنید. سرنخ رو بیارید. همین دوتا بود دیگه. سرنخ ها کو؟ اونها اینا همش بندازین گردن من. بدید سرنخ رو بدید. من باید به رئیسم جواب پس بدم. نشانه 8 اتاق نشیمن. نشانه 8 را در اتاق نشیمن قرار دهید. نقاشی کودک را در کنار نشانه 8 قرار دهید. نکته: توجه کنید که حتما نقاشی ها را به صورت تا شده قرار دهید. چرا باید تا کنیم؟ تا کن، شاید یه علامت. از کجا تا کنیم؟ اینو بگو. مهمه. این تا کرد. از چپ به راست تا کنیم، از بالا به پایین تا کنیم. با خودتون حلش کنید. اگر مثلا ما اینو اینجوری تا کنیم، فکر کنم میخواد به ما یک سرنخ بده. آره اونوری که اینو اگر اینجوری بذاریم اینم از بالا بذار تا کنم. وای عالی بود. اینجوری دیگه قطعا جواب نهایی تو همینه. نتیجه میگیریم پس اینوری باید تا بشه. خب اینوری تا کردیم. خب اینم اینوری تا میکنیم. آره الان دی عالیه. بازی ما تموم نشده. این یک فرصت تا شما هم داخل بازی باشید و حدس بزنید. پس کانال گنگا رو دنبال کنید. فردا ادامه ویدیو داخل کانال قرار میگیره. راستی به نظرتون قاتل کیه؟